سلام، من باهرم. به یوگای صبحگاهی با من خوش اومدیم. تمرین امروزمون رو با تمرین تنفسی شروع میکنیم که از راه بینی دم میگیری و از بازدمت از دهان به یک بار خالی میشه. دم، تمام تنش ها رو با بازدم از دهانت خالی بکن. هر فکری، دغدغه‌ای، هر چیزی که به ذهنت میرسه رو رها بکن و فقط به بازدمات، به دمهات توجه بکن. اگر هر فکر مزاحمی به سرت اومد، فقط نظاره‌گر دم و بازدمت باش و درگیر این نباش که با اون فکر را باید چی کار بکنی. فقط به لحظه الانت، به لحظه الانی که قراره یوگا انجام بدی فکر بکن. پس دم بگیر با من. بازدم. خب، تو حالت تیبل تاپ قرار میگیری. زانوها عمود بر لگن، دستها کف دست در راستای سرشونه. وزنتو بین کف دستت و انگشتای دستت به یک اندازه تقسیم بکن. میتونی انگشتای پاتو رول کنی، میتونی رویشو بذاری، هر کدوم که تو راحتی. دم میگیری، زانوهاتو از روی زمین بلند میکنی. دم، شکم پرس، کمر گود نیست، میاریش بالا، شکمتو میگیری. دم و بازدم 1، دم و بازدم 2. میدونم دستات میلرزه، پاهات میلرزه، ولی ما انجامش میدیم. میریم یه بار دیگه. دم، شکم رو پرس میکنی. 2، 3، 4، 5، 6، 7 و آخری رها. حسابی داره پاهات گرم میشه. من حالا روی یه پا من میتونم بذارم رو زمین، با اونم انجام بدم. هر کدوم که برای تو راحت تره. دم بگیر. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. رها. خیلی آروم میری لگنت رو روی پاشنه میشونی. اگرم لگنت روی پاشنه نمیشینه هیچ ایرادی نداره. ما آروم آروم با تمرینا درستش میکنیم. زانوهاتو به اندازه عرض متت باز بکن. با دستات قدم بردار، برو به سمت جلو. قشنگ بذار قفسه سینه به سمت زمین رها بشه. اگر میخوای پیشونی رو بذار روی مت، اگر میخوای چونه رو بذار. هر کدوم که برای تو راحت تره. دم و بازدم. بری آروم آروم دستاتو به سمت بالای متت ببر. دم و بازدم. لگن بلند نشه. بذار زیر بغلت قشنگ کشیده بشه. قفسه سینه بره به سمت زمین. حال ستون فقراتت خوب بشه. دم و بازدم. دم و بازدم. خیلی آروم بیا بالا. دوباره تو حالت تیبل تاپ قرار میگیریم. میریم یه ذره چند تا کتنکا با هم انجام بدیم. اگر میبینی زانوات تحت فشاره، از پتو استفاده بکن. به زانوات فشار نیار، آسیب وارد نکن.
خب دم میگیری، کمرتو گود میکنی، از ناف تا چونه رو میکشی، دم بازدم، پشتتو گرد میکنی، خیلی آروم میای بالا، دم بازدم، باریکلا، دم بازدم. خب توی حالت تیبل تاپ دوباره قرار میگیری. حالا شروع میکنی با لگن به چرخ زدن، دم بازدم، دم بازدم. قشنگ وزنتو بنداز روی دستات. وقتی میای روی دستات لگن رو به سمت راست، به سمت چپ ببر، پاها رو ببر عقب، لگن رو ببر عقب. عالی. برعکسش خیلی خوبه. خب از همینجا قشنگ دستات رو روی زمین، انگشتاتو پخش و پهن قرار میدی، انگشتای پاتو رول میکنی، میری برای سگ سرپایین، دم و بازدم. اگر پاشنه پاهات به زمین نمیرسه زانوها رو خم میکنی، به دستت رو به مت فشار میدی، کتف رو میبری داخل، پاشنه ها بالاست، لگن رو میدی به سمت آسمون، دم و بازدم. شروع کن به پنجه پاشنه کردن. پاشنه پای راستتو بذار زمین، فشار بده، بذار پشت پات صاف بشه، شکم داخل، بازدم. پای چپ روی زمین، همون جور که داری این کار رو انجام میدی با دستات متتو فشار بده، دم و بازدم. بذار کتف داخل قرار بگیره، دم و بازدم. باریکلا، عالی، خیلی خوبه. آروم آروم با پاهات قدم بزن، بیا سمت دستات، پاهاتو به اندازه عرض لگنت باز بکن، سر رو ببر داخل، زانوها خمه، سر رها، آرنجاتو بگیر، رها، دم و بازدم، دم و بازدم. برو به سمت راست، برو به سمت چپ، آروم دستتو بذار روی متت، آروم آروم پشتتو صاف کن، پشت پاهاتو صاف بکن. اگر دستت به زمین نمیرسه دستتو بذار روی ساق پات، ولی پشتت بذار صاف بشه. لگن رو به سمت عقب نبر، صاف و مستقیم، نگاه رو به رو. باریکلا، خیلی خوبه. حتی میتونی دستتو بذاری روی رونت، هر کجا که برای تو راحت تره. دم و بازدم. خیلی آروم زانوها رو خم میکنی، دستا رو به طرفین باز میکنی، میای بالا و رها. چند لحظه چشماتو روی هم قرار بده، شست دستاتو بذار وسط جناق سینت، ضربان قلبتو احساس کن، بذار که دم و بازدمت به آهستگی انجام بشه. دم و بازدم، دم و بازدم، خیلی خوبه. خیلی آروم چشماتو باز بکن، دستا رو به طرفین بکش بالا. اگر میخوای دستاتو هم قلاب بکن، بکشش به سمت سقف، برو به پهلوی راست، برو به پهلوی چپ. خیلی خوبه.
کتف منم صدا داد، حسابی باز شد. آروم رهاش بکن. حالا دستاتو پشت سرت قلاب بکن. خیلی آروم با پشت گرد آروم آروم از مهرهای گردنیت شروع بکن، پشتتو گرد بکن. خیلی خیلی آروم برو به سمت پایین. اگر کمرت درد میکنه میتونی زانوهاتو خم بکنی. آروم 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 برو به سمت زمین. باریکلا. دستاتو رها کن. دوباره دستاتو بذار روی زمین. اگر کنار دستت آجر داری میتونی آجرها رو بذاری جلوی پاها، دستاتو بذاری روش. پشت کاملا صاف صاف، ستون فقرات صاف صاف قرار گرفته. پشت گرد نیست. قفسه سینه رو بده به سمت زمین. شونه ها رو از گوش حسابی دور بکن. تو دورترین قسمت قرارش بده. نگاه رو به رو. باریکلا. اگرم که آجر کنار دستت نیست میتونی بذاری روی ساق پاد، میتونی بذاری روی رون پاد. فقط تمام تلاشتو بکن پشتت صاف صاف باشه. خیلی خوبه. یه کشش خیلی لذت بخشی پشت پاهات داری. دم و بازدم. زانوهاتو خم بکن. دستتو بذار زمین. پای راستت رو روی زمین نگه دار. پای چپت رو ببر عقب. زانوش رو بذار روی زمین. اگر میبینی زانو درد میکنه زیر زانوات یه پتو بذار. قفسه سینه باز. سعی کن زانو و پات توی راستا باشن. زانو جلوتر نباشه یا عقبتر نباشه. عمود نگهش دار. میتونی دستاتو کاپ بکنی اگر کامل رو زمین نمیرسه. دم و بازدم. دم و بازدم. خیلی خوبه. باریکلا. تا اینجا خیلی خوب پیش رفتی. قفسه سینه رو باز بکن. آروم آروم پای جلویت رو صاف بکن. با دستات قدم بردار. برو عقب. انگشتای پاتو بکش به سمت صورتت. بذار که پشت پات حسابی کشیده بشه. یک بار دیگه بریم جلو. نگه دار. قفسه سینه رو باز کن. دم و بازدم های جاری. لبخند یادت نره. ما داریم لذت میبریم. آروم ببر پا رو عقب. لگن رو ببر عقب. انگشتای پاتو بکش به سمت صورت. پشت صاف صاف. گرد نباشه. صاف. اگر میبینی باز هم پشتت گرده میتونی از آجر کمک بگیری. به این حالت پشت صاف. دم و بازدم. خیلی خوبه. دم و بازدم. آروم میریم جلو. انگشت پای عقبتو رول میکنی. پاتو بلند میکنی. زانوی عقبی تو بلند میکنی. پای جلویی رو میفرستی عقب. کنار پای عقبی میشی پلانک. خطکش. شکم پرس. دم و بازدم. دم و بازدم. باریکلا. حسابی شکمم داره میلرزه. زانو رو بذار زمین. میخوایم بریم برای حرکت 8 نقطه. زانوها که روی زمینه. قفسه سینه رو میری میذاری بین دستات. از اون ور چونت رو روی زمین قرار میدی. پس میریم که انجامش بدیم. دم و بازدم. قفسه سینه رو کامل روی زمین. بدن رو کامل روی زمین قرار میدی. دست کنار خط سینه. دم میگیری میای بالا. کبرا. دم و بازدم جاری. نگاه رو به رو. دم و بازدم. آروم بیا پایین. پیشونی تو بذار روی متت. یه دم و بازدم.
خیلی خوبه. دم میگیری میای بالا، دوباره کبرا، میری به پهلو، از پهلو میری پای راستت رو نگاه میکنی از پشت، برمیگردی وسط سمت چپ. آرنجای من چسبیده به پهلوام، آرنجام باز نیست. دم و بازدم، عالی. پیشونی روی زمین، استراحت، دم، بازدم. انگشتای پاتو رول میکنی به کف دستات، فشار میاری، میای دوباره میشی خطکش. دم و بازدم. خیلی خوبه. قشنگ رو عضلات شکمت داره کار میشه. دم و بازدم. آروم میری دوباره سگ سر پایین، با پاهات قدم بر میداری میای سمت دستات. دوباره اگر میبینی پاشنت به زمین نمیرسه، زانو رو خم میکنی، کتفو میدی داخل، لگن رو میفرستی آسمون. دم و بازدم. باریکلا. دوباره میتونی پنجه پاشنه کنی. خیلی آروم انجام بده، بذار قشنگ پشت پاهات کشیده بشه. دم و بازدم. میریم سراغ پای چپمون. پای چپت رو میذاری بین دستات. اگر میبینی پات نمیرسه به دستات، از دستت کمک بگیر، مچ پاتو بگیر، بلند کن بذارش جلو. زانو راست روی زمین، نگاه رو به رو، قفسه سینه باز. خیلی خوبه. عالی. دم و بازدم. آروم میری روی پای عقبی، زانو جلویی صاف، انگشتای پا رو میکشی به سمت صورت، پشت رو صاف قرار میدی، شکم پرسه. آروم دوباره میای به سمت جلو، زانو خم. دم و بازدم. کاملا آگاه باش به دم و بازدمات. تک تک اعضای بدنت رو ببین، کجاهاش تحت فشاره، کجا داره چه اتفاقی میفته براش. آروم دوباره برگرد عقب، پنجه رو بکش به سمت صورت. دم و بازدم. خیلی خوبه. دم و بازدم. دوباره برمیگردیم جلو. دستاتو محکم روی زمین قرار میدی، پای عقبی زانو رو از زمین بلند میکنی، پای جلویی رو میفرستی کنار پای عقبی، دوباره میشی پلانک. 2 تا دم و بازدم بمونیم. لگن نیاد بالا، لگن پایین نباشه، کمر قد نشه. کاملا مثل یه خطکش صاف. میریم برای 8 نقطه. زانو زمین. آرنجا رو جمع میکنی به سمت پهلوها، قفسه سینه رو میذاری بین دستات، چونه روی زمین. آروم بدنتو صاف میذاری روی زمین. دم میگیری میای بالا کبرا. خیلی خوبه. کاملا آگاه باش، به کمرت فشار نیاری. دم و بازدم. آروم پیشونی روی زمین. یه بار دیگه دم میگیری، شکمت منقبض، لگن جمع، میای بالا به اندازه توانت. دم و بازدم. انگشتای پاتو رول میکنی،
میری برای سگ سر پایین. بارکلا. 10 و 12. دوباره پنجه پاشنه. خیلی خوبه. حسابی داره پشت پات کشیده میشه. آروم آروم با پاهات قدم بر میداری. میری جلو. زانو خم. دستاتو آرنجاتو میگیری، سرتو رها میکنی. 10 و 12. به سمت راست، به سمت چپ. خیلی آروم میای پایین. خب و اینجا رو به شما میشم که درست تمرین رو انجام بدیم با هم. پاها رو از هم باز میکنی. لگن رو کامل میفرستی به سمت زمین. دستا رو روی هم محکم فشارش میدی. پشت دستاتو میذاری به پشت زانوهات. فشار میدی، لگن رو باز میکنی. 10 و 12. خیلی خوبه. نگهش دار. قفسه سینه باز. داریم حسابی لگن رو باز میکنیم. 10 و 12. باریکلا. خیلی آروم رها میکنی. دوباره روی مت قرار میگیری. میریم که با هم دیگه حرکت قایق نیمه رو با هم انجام بدیم. به اندازه توانت انجام بده. اصلا نیازی نیست به خودت فشار بیاری. حتی میتونی از دستات کمک بگیری. قشنگ عضلات باسنتو بکش بیرون. دم بگیر. پاها رو بیار بالا. پشت صاف. نگهدار. حسابی شکمه داری میلرزه. حتی میتونی دستات صاف و کشیده باشه. حتی میتونه آنجلیا مودرا باشه. هر کدوم که تو راحتی. آروم بذارش زمین. پشتتو گرد کن. پیشونیتو بذار روی زانوهات. خیلی خوبه. یه بار دیگه میریم با هم انجامش بدیم. بکش پا رو بالا. دست صاف و کشیده یا پاها رو بگیر. ولی سعی کن پشت صاف باشه. گرد نباشه. نری عقب. سینه رو بده جلو. نگهش دار. عالی. آروم دوباره پاها رو بذار زمین. پیشونی رو بذار روی زانوها. 10 و 12. آروم بیا بالا. خیلی آروم. مهره به مهره میریم به سمت پایین. مهره به مهره. آروم. خب برای اینکه یه ذره حالتون فقراتمون رو بهتر بکنیم، زانوها رو میکشی توی شکم. میتونی دستاتو قلاب بکنی هر چقدر که میتونی. رونت رو به شکمت نزدیک بکن. خیلی خوبه. با دم و بازدمت همراه شو. آروم. کف هر دوتا پا رو بذار زمین. پا رو صاف و کشیده قرار بده. خب پای راستت رو میکشی بالا. 90 درجه نگهش میداری. دم و بازدم 1. دم و بازدم 2. انگشتاتو میتونی هم پوینت بکنی هم میتونی فلکس بکنی. هر کدوم که تو دوست داری انجام بده. بهت حق انتخاب میدم. دم و بازدم.
آروم پا رو صاف و کشیده میذاریش زمین. میریم سراغ پای چپمون. پای چپ خم میشه از زانو، 90 درجه نگهش دار. دم و بازدم، دم و بازدم. خیلی خوبه. نگهدار نگهدار. آروم صافش کن، بذارش زمین. خب ازت میخوام دوباره زانوها رو هر جفتش رو خم بکنی توی شکم. شروع بکنی به الا کلنگ زدن. چند تا بزن، بذار قشنگ ستون فقراتت حسابی حالش جا بیاد. سر جات بنشین. خب رسیدیم به آخر تمرینمون. هر جور که راحتی بشین. اگر میبینی نشستن همیشه برات سخته، من یادم رفت اول تمرین بهت بگم، ولی همیشه تو یادت باشه هر وقت نشستن برات آزاردهنده است، سعی کن همیشه از یه پتویی استفاده بکنی، رولش بکنی، بذاری زیر لگن و بشینی روش که ستون فقرات صاف و مستقیم قرار بگیرن. خیلی آروم شونه رو بفرست بالا، عقب، پایین. قفسه سینه رو باز بکن. یک بار دیگه. خیلی آروم پلک بالا رو به پلک پایین بذار. با دم و بازدمت همراه شو. تک تک اعضای بدنت رو مشاهده کن. دم عمیق، بازدم عمیق. خیلی آروم با نگاه رو به زمین چشمات رو رو به روشنایی باز بکن. امیدوارم که تمرینات امروز برات لذت بخش باشه. دوست دارم که اگر با من تمرین کردی حالت خوب بود، احساس خوبی داشتی، برای من لایک و کامنت بذاری، از من حمایت بکنی و اگر دوست داری که من این تمرینات رو بیشتر بکنم، بیشتر انجام بدم با شما، دوست دارم که منو سابسکرایب بکنی و با من همراه باشی. دوستتون دارم.